آیا ایران برای پاندمی بعدی آماده است؟ دنیا تغییر کرده است، اما آیا ما در ایران متوجه این تغییر شده ایم؟ کووید 19 تنها یک اتفاق نبود، بلکه زنگ خطری بود که نشان داد زندگی ما چقدر شکننده است. اما حالا که این بحران را پشت سر گذاشتیم، یک سوال جدید مطرح می شود. آیا ما در ایران برای پاندمی بعدی آماده هستیم؟ وقتی به گذشته نگاه می کنیم، می بینیم که بشریت در طول تاریخ بارها با بیماری‌های کشنده مواجه شده است. اما حالا به نظر می رسد این تهدیدها در حال افزایش هستند. اما یک سوال مهمتر اینجاست: اگر تهدیدی جهانی رخ دهد، ایران چه جایگاهی در این بحران خواهد داشت؟ افزایش جمعیت، تغییرات آب و هوایی، نزدیکی به کشورهای بحرانخیز، ضعف برخی زیرساخت‌ها. آیا ایران در خط مقدم تهدیدهای زیستی قرار دارد؟ وقتی یک بحران جهانی رخ می‌دهد، کشورهای ثروتمند ابتدا از خود محافظت می‌کنند، اما چه تضمینی وجود دارد که سایر کشورها از جمله ایران در این معادله فراموش نشده باشند؟ آیا ایران به اندازه کافی واکسن و داروهای ضروری تولید می‌کند؟ آیا ما آزمایشگاه‌های مجهزی برای تشخیص سریع بیماری‌های جدید داریم؟ آیا بیمارستان‌های ما توانایی مقابله با یک بحران بزرگ دیگر را دارند؟ کووید 19 نشان داد که برای مقابله با تهدیدهای جهانی فقط یک راه وجود دارد: آمادگی. سرمایه‌گذاری در علم و پژوهش، افزایش تولید داروها و واکسن‌های داخلی، ایجاد شبکه‌ای قوی از آزمایشگاه‌های تحقیقاتی و بیمارستان‌های مجهز. یک بار دیگر می‌پرسیم: آیا ما به اندازه کافی آماده هستیم؟ آیا ایران می‌تواند در برابر پاندمی‌های بعدی نه تنها از مردم خود بلکه از آینده خود محافظت کند؟ اگر جهان برای تهدید بعدی آماده نباشد، این بار شاید هیچ فرصتی برای جبران وجود نداشته باشد و این سوال باقی میماند: ایران چقدر آماده است؟ برای پاسخ به این سوال، دکتر محمد کریمی نیا، کارشناس تهدیدات زیستی، اینجا با ماست. وقتی ما پاندمی کووید 19 رو تجربه کردیم و بعد از چند سال پشت سر گذاشتیم، هرچند هنوز هم سویه‌هایی از اونو شاهد فعالیتش در نقاط مختلف جهان هستیم، یک دغدغه پیدا میشه، نگرانی ایجاد میشه. آیا امکان دارد در آینده بیماری واگیردار دیگری هم بر ما مسلط بشه؟ و اگر امکان داره ما چی کار باید بکنیم؟ یک سابقه ای رو من خیلی سریع اشاره میکنم بهش. ما در 100 سال گذشته، در قرن گذشته، از 1900 تا سال 2000 کمتر از 10 پاندمی و اپیدمی رو شاهد بودیم که بزرگترین اون آنفولانزای اسپانیایی در سال 1918 شروع شد و بعد میایم در اواخر یا بهتره بگم نیمه دوم قرن گذشته ما آنفولانزای هنگ کنگی رو شاهد بودیم، بحث ایدز رو شاهد بودیم و یکی دو نوبت دیگه مجددا آنفولانزاهایی که رخ داد. در 100 سال چند مورد. وارد قرن جدید که میشیم، اگر به شماره در بیاریم رخدادهای شامل پاندمی ها و اپیدمی ها رو، در سال 2003 میشه سارس 1، 2009 آنفولانزای فوق‌العاده پرندگان، 2012 مرس، 2014 ابولا، 2016 زیکا، 2016 مجدد ابولا، 2019 کووید 19، 2022 آبله میمونی، 2024 مجددا سویه جدیدی از آبله میمونی و بیماری‌های منتقله توسط پشه آئدس که شامل 4 بیماری تب دنگی، تب زرد، چیکونگونیا و زیکا میشه. خب این بشریت، سازمان بهداشت جهانی، مجامع علمی جهانی همه رو به تکاپو وادار میکنه که این حجم رخداد اپیدمی و پاندمی در
حدود ربع قرن خیلی خوشایند نیست و آینده رو باید بهش توجه بیشتری بکنیم. حدود 3 سال هستش که سازمان بهداشت جهانی از اصطلاحی به نام پاندمی ایکس داره استفاده میکنه. منظور بیماری همه‌گیری با عامل ناشناخته. حالا این عامل میتونه از خانواده ویروس ها باشه، انواعش میتونه از خانواده باکتری ها باشه یا موارد دیگه به جای خود. گروه های از محققین جهان هم بهشون مأموریت داده در این رابطه بررسی بکنه. نتایج این بررسی ها یه تعدادی از بیماری ها به عنوان کاندیده های احتمالی اون پاندمی مطرح شدن. بعضی هاشون ما در گذشته داشتیم، اسامیش آشنا هستن. شایع‌ترینش و در صدر اینها آنفولانزای فصلی است، بعد آنفولانزای فوق‌العاده پرندگان مطرحه، خود سارس مطرح است، مرس مطرح است، خود کووید 19 همینجور. 4 بیماری منتقله توسط بیماری‌های پشه آیدس و همین ترتیب و بعضی از بیماری‌های دیگه‌ای که میتونن کمی دردسرسازتر باشن، مثل نیپا، مثل طاعون و حتی آبله انسانی که اولین بیماری هست که توسط بشر ریشه‌کن شده، ولی سنواتی است که بحثایی در مورد اون ایجاد شده. خب وقتی پاندمی ایکس مطرح میشه، الگوهایی که براش مطرح میشه، خب شیوه انتقال این پاندمی چیست؟ گوارشی است، تنفسی است، پوستی است یا موارد دیگه؟ به این دلیل که نوع و شیوه انتقال میتواند گسترش رو برای ما مد نظر بیاره. برآوردها این هست که این پاندمی هم مانند کووید 19 تنفسی است. احتمالاً مشترک انسان و حیوان هستش. به احتمال بسیار زیاد ویروس ها، خصوصاً RNA ویروس ها منشأ اون هستند. و آسیبی که به بشریت میرسونه، چه از نظر سلامت انسان، چه امنیت غذایی، چه امنیت اقتصادی، چه حتی امنیت ملی، خیلی شدیدتر از کووید 19 خواهد بود. پس با علم به این که ما تهدیدی داریم با این خصوصیات، هم در سطح جهان باید خودشون رو آماده این مواجهه بکنن و هم در سطح ملی کشور ایران باید این کارو بکنه. منطقی است تولیت‌های مختلفی که ما در کشور داریم، تولیت سلامت وزارت بهداشت، تولیت حوزه کشاورزی و دام وزارت جهاد کشاورزی، تولیت حوزه آب وزارت نیرو، محیط زیست، تمام این موارد در این نقطه به یک همگرایی برسن و شرایطی رو فراهم کنن که برای اون آینده ما بتونیم آمادگی داشته باشه. اما مردم چطور؟ بیماری تنفسی است. پس اصول اولیه بهداشت حرفه‌ای شرط لازم مواجهه با اون بیماری هستش. ما باید تمرین بکنیم، هرچه بیشتر بهتر، تا بتونیم در مقابله با اون پاندمی خودمون از آسیب‌های غافلگیرانه مسئول